نماز جنازه. الله عزوجل مرگ را حقیقتی گردانیده که هیچ کسی در هر دین و مذهبی که باشد منکر آن نمیتواند باشد. ولی دین اسلام برای مسلمانها شعائر خاصی را قرار داده است که به وسیله آنها از گروه‌های صاحب دین و منهج باطل متمایز می‌شوند. کسی که بر وی علامات مرگ ظاهر شود مستحب است که نزد وی حضور یابند و با گفتن لا اله الا الله تذکر دهند، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند به مردگانتان لا اله الا الله را تلقین کنید. هنگامی که بمیرد چشمانش را بسته و با لباسی پیکرش پوشانیده می شود و برای تجهیز و نماز بر وی و تدفینش عجله شود. از مظاهر احترام اسلام به انسان حتی پس از مرگش این است که غسل دادن مرده، کفن کردن، برداشتن، نماز جنازه خواندن بر وی و به خاک سپردنش را فرض کفایی گردانیده است و سزاوار است تا برای غسل دادن مرده کسی را برگزینند که مطمئن بوده و از امانت و عدالت برخوردار باشد و نیز به احکام غسل مرده آگاهی داشته باشد. برای غسل دادن کسی که مرده برایش وصیت کرده باشد مقدم است، پس از آن نزدیکانش به ترتیب اگر به احکام غسل دادن آگاهی داشته باشند، ورنه کسی که آگاهی به احکام یاد شده دارد مقدم می باشد. و از مواردی که علما آن را تذکر دادند این است که مرد غسل می دهد به مرد و زن غسل می دهد به زن و هر یک از زن و شوهر می توانند یکدیگر را غسل بدهند، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به عایشه که فرمودند چه آسیبی به تو میرسد اگر پیش از من بمیری، تو را غسل میدهم و کفن میکنم و بر تو نماز خوانده سپس به خاک میسپارم. مردان و زنان میتوانند کودکان کمتر از 7 سال را غسل دهند و برای مسلمان مرد باشد یا زن جایز نیست که کافری را غسل دهد و یا جنازه اش را بردارد و یا بر وی نماز بخواند، هر چندی که از نزدیکانش بوده باشد. ولی شهیدانی که در میدان جنگ به شهادت رسیدند دارای احکام ویژه‌ای هستند، آنها غسل داده نمیشوند و نیز کفن کرده نمیشوند و همچنین بر آنها نماز جنازه نیز خوانده نمی شود، بلکه با همان لباسهای تنشان به خاک سپرده می شوند تا با همان حالت به لقای پروردگارشان بروند. به دلیل اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد شهدای احد امر کردند که به همان وضع خونالود و بدون غسل دادن دفن شوند و اگر سقطی باشد، کودکی که قبل از تکمیل پسر باشد یا دختر 4 ماهه باشد، غسل داده کفن کرده می شود و سپس نماز جنازه بر وی خوانده می شود، زیرا که بعد از 4 ماهگی حکم انسان را دارد. آبی که مرده را غسل می دهند باید پاک و مباح باشد و در جای مستور غسل داده می شود و کسانی که ارتباطی به غسل دادن مرده ندارند نباید حضور داشته باشند. و وصف غسل دادن مرده این است که مرده را بر تخت غسلش میگذارند، پس از آن عورتش را میپوشانند، بعد از آن لباسهایش را از تنش بیرون میکشند و او را از انظار در اتاقی و یا مانند آن پنهان میدارند. و مستحب است که شخص غسل دهنده در زمان غسل پارچه‌ای دور دست خود ببندد و غسل دهنده سر مرده را بلند میکند تا به نشستن نزدیک شود. پس از آن دستش را بر شکم مرده کشیده فشار میدهد. پس از آن شرمگاه پیش و پس مرده را پاک می کند و اگر در آنها نجاستی بود می شوید. سپس نیت غسل را می کند و بسم الله می گوید و بعد از آن غسل دهنده برای مرده وضو می گیرد مانند وضوی نماز، مگر مزمزه و استنشاق که به دست کشیدن بر دهن و بینی او اکتفا می شود. سروریش مرده را با آب سدر و یا صابون و یا مانند آن می شوید و طرف راست را شسته سپس طرف چپ را می شوید. بعد از آن غسل سایر بدن را انجام می دهد و مستحب است تا در شستن اخیر کافور بزنند و پس از آن جسد مرده خشک کرده می شود و موی زن گیسو بافته شده و به پشت سر انداخته می شود.
و علما در غسل میت به چند مورد تاکید کردند که از جمله یک بار شستن واجب است اگر با آن پاک شود، ولی 3 بار شستن مستحب است اگرچه پاک شده باشد. و هرگاه به علت نبودن آب غسل مرده ممکن نبود و یا برخی از پیکرش سوخته و یا مانند آن بود، با خاک تیمم داده می شود. اما برای کسی که مرده را غسل داده مستحب است که خودش نیز پس از آن غسل کند و پس از غسل دادن مرحله کفن کردن است، طوری که مرد را در 3 پارچه پنبه سفید کفن کنند که بدنش از آن دیده نشود و تمام بدنش را بپوشاند ولی در آن مغالات نکنند. اما زن در 5 پارچه پنبه ازار و چادر و پیراهن و 2 لفافه کفن کرده می شود و کفن کردن کودک در 1 پارچه و یا 3 پارچه نیز جایز است و دختر کوچک در پیراهن و 2 لفافه کفن کرده می شود. و قبل از کفن کردن به 3 قطعه از پارچه های کفن بخور دود کرده می شود، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند هرگاه به میت خوشبویی بخور کردید آن را تک و وتر بگردانید. بعد از آن این قطعات 3 گانه بر روی هم پهن می شود و در میان آنها مخلوطی از خوشبویی مانند عنبر، کافور و مشک و امثالش گذاشته می شود، مگر اینکه مرده در حالت احرام باشد. به کفنش بخور و یا خوشبویی دیگر زده نمی شود به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم و به خوشبویی تماسش ندهید. و کسی که در حالت احرام بمیرد در همان 2 لباس احرامش کفن کرده می شود و سر مرد محرم پوشانیده نمی شود به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند با آب و سدر غسلش بدهید و در 2 لباسش کفنش کنید، مخلوطی خوشبویی کفن مرده به آن نزنید و سرش را نیز نپوشانید، زیرا که در روز قیامت تلبیه گویان زنده می شود. و پس از آن مرده روی این پارچه ها به پشت خوابانیده می شود و از گوشه چپ قسمت بالا را گرفته بر قسمت راست پهن کنند، سپس گوشه راست را بر چپ پهن کنند. به همین گونه پارچه های دوم و سوم را نیز می پیچند. بعد از آن مازاد را به طرف سر می گردانند و با رشته ای آن را گره می زنند تا باز نشود و در هنگام به خاک سپاری آن را می گشایند. و پوشانیدن همه بدن در کفن واجب است مگر اینکه جز پارچه کوتاهی در دسترس نباشد، پس آن را به سوی سرش پهن کنند و طرف پاهایش را با گیاه خوشبویی به نام ازخر می پوشانند، به دلیل گفته خباب در داستان کفن کردن مصعب ابن عمیر رضی الله عنه. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به ما امر کردند که سرش را بپوشانیم و بر پاهایش از گیاه ازخر بگذاریم. و سنت در نماز جنازه این است که اعوذ بالله را قبل از قرائت بخواند و دعا برای خودش و مسلمانان بکند و قرائت در خفا باشد. صفها را باید زیاد کنند طوری که 3 صف و یا بیشتر از آن. و پس از تجهیز کامل میت امام در برابر سر میت اگر مرد باشد می ایستد و اگر زن بود در برابر کمرش می ایستد و مقتدیان پشت سر امام می ایستند مانند ایستادن در سایر نمازها. پس از آن 4 تکبیر گفته می شود. تکبیر اول را می گوید که تکبیر احرام است و پس از آن اعوذ بالله و بسم الله گفته بدون دعای استفتاح مستقیما فاتحه را بخواند. پس از آن تکبیر دوم را می گوید و بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم درود می فرستد، همان گونه که در تشهد اخیر در نماز می خواند. بعد از آن تکبیر سوم را گفته برای میت و خودش و مسلمانان دعا می کند و از جمله دعاها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. و اگر مرده زن بود ضمیر را در دعا مؤنث می‌گرداند و اگر مرده کودک و یا سقط باشد چنین گوید اللهم اجعله ذخرا لوالديه و فرطا و اجرا و شفیعا و مجابا، یعنی بار الها
به وسیله آن میزان اعمال پدر و مادرش را سنگین بگردان و پاداش بزرگ برایشان بده و او را به نیکان سلف مؤمنان ملحق گردان و در کفالت ابراهیم قرارش بده و با رحمت خود از عذاب دوزخ در امانش بدار. و بالاخره تکبیر چهارم را گفته بعد از آن اندکی سکوت می کند و پس از اندکی سکوت سلام می دهد به طرف راستش و یا دوبار سلام می دهد. و هرگاه نماز بر میت پایان یافت سنت آن است که به قبرش ببرند و برای کسی که به دنبال جنازه می رود سنت است تا جنازه را بردارد و برای کسی که میت را به قبر داخل می کند سنت است که بگوید بسم الله و علی ملت رسول الله و مرده را بر پهلوی راستش رو به قبله در لحد بگذارد. پس از آن گره های کفن را باز کند، بعد از آن لحد را با گل ببندد. و همچنین برای کسی که در مراسم دفن حضور دارد سنت است تا با دو کف دستانش خاک بردارد و 3 بار به قبر آن را بریزد. سپس قبر را با خاک پر کنند و به اندازه 1 وجب از زمین بلندش کنند و بالایش سنگ و سنگریزه بگذارند و آبپاشی کنند. گذاشتن صخره بر 1 و یا 2 طرف قبر اشکالی ندارد تا نشانه‌ای برای آن باشد. و تسلیت گفتن به خویشان مرده مستحب است، زیرا که در این کار آسودگی خاطر آنان بوده، از فشار مصیبت بر آنها میکاهد و آنها را به صبر برمیانگیزد. و تسلیت و تعزیت دادن به هر لفظی که همان غرض را ادا کند صحیح است، مانند این که بگوید برای الله است آنچه را گرفت و از آن اوست آنچه را عطا کرد و هر چیزی نزد او مرگ طبیعی دارد و مانند آن. زیارت گورستان برای مردان سنت است به غرض عبرتگیری و دعا کردن برای مردگان، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شما را از زیارت قبرها منع کرده بودم، پس به زیارت قبرها بروید، زیرا که شما را به یاد آخرت می اندازد. از دعاهایی که برای زیارت قبرها روایت شده: السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا ان شاء الله بكم لاحقون، یا السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و یرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین و انا ان شاء الله بكم للاحقون. و از این جمله دعاها اسأل الله لنا و لكم العافیه. و فریاد و فغان کردن و اظهار ناله و انزجار در مورد قضا و قدر الله تعالی حرام است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر زن نوحه‌گر قبل از مرگش توبه نکند در روز قیامت با لباسی که از مس گداخته است برمیخیزد. همچنین پاره کردن لباس و بر روی سیلی زدن و فریاد کشیدن و موی سر کندن و یا تراشیدن نیز حرام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند از ما نیست کسی که به روی خود میزند و یا گریبان پاره میکند و یا به دعاوی جاهلیت دعوت میکند. و نیز روشن کردن قبرها حرام است. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرده است زنانی را که به زیارت قبرها می روند و نیز کسانی که قبرها را مساجد می گیرند و بر قبرها چراغ می آورند و همچنین نشستن بر قبرها و یا رنگ کردن آنها و یا بنا کردن بر آنها نیز حرام است. از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند از اینکه قبرها گچکاری شود و یا اینکه بر آنها بنشینند و یا اینکه بالای قبرها بنا درست کرده شود. و نیز تبرک جستن به قبر و طواف کردن به دور آن و از مردگان چیزی خواستن حرام بوده و این کارها از شرکیات می باشد اگر این عقیده اش باشد که آنها می توانند نفع و ضرر برسانند، زیرا که بجز الله تعالی کسی دیگر نفع و ضرر نمی تواند برساند. خداوند متعال فرموده بگو برای خود مالک نفع و ضرر نیستم مگر آنچه را که الله بخواهد و اگر غیب می دانستم برای خود خیر بیشتری می اندوختم و به من آسیبی نمی رسید. من جز بیم دهنده و بشارت دهنده برای قوم مؤمنان نیستم. اعراف 188. و دفن کردن در مساجد و یا بر سر قبری مسجد بنا کردن و یا به سوی قبر نماز خواندن حرام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله تعالی یهود و نصارا را که قبرهای انبیایشان را مسجد گردانیدند لعنت کرده است و کسی که نماز جنازه از او فوت شد
می تواند بر سر قبر قبل از دفنش و یا بعد از دفنش نماز جنازه بخواند، چنانچه از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده که در داستان زنی که مسجد را پاک می کرد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر قبر آن زن نماز جنازه خواندند. و مستحب آن است که برای اهل مرده طعامی آماده شود، زیرا مصیبتی که رسیده به آنها را از تهیه طعام برای خود مشغول نموده است. چنانچه روایت شده هنگامی که در میان آل جعفر کسی وفات نمود، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند برای آل جعفر طعامی تهیه کنید، زیرا برای آنها مشکلی پیدا شده که به آن مشغول شدند. و گریستن بر مرده بدون اینکه در آن ابراز سخط و فریاد زدن و بیان خوبی های مرده باشد جایز است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم هنگامی که پسرشان ابراهیم وفات نمود فرمودند چشمان ما اشک می‌ریزند و قلب ما محزون است و چیزی نمیگوییم مگر آنچه پروردگار ما را خشنود کند و ما به فراق تو ای ابراهیم محزون هستیم. و از اموری که نهی در مورد آنها آمده است خارج شدن زنان به همراهی جنازه است، چنانچه از عطیه روایت شده که فرمود ما از دنبال کردن جنازه نهی شدیم و بر ما مجاز نشده است. همانطوری که تخصیص زیارت قبرها در روز عید مشروع نشده است. عقیده مشروعیت آن بدعت شمرده می شود، زیرا که از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی که بر آن دلالت کند روایت نشده است، در حالی که الله تعالی این فرمودش را نازل کرده است: امروز برای شما دینتان را کامل و نعمت خود را بر شما اتمام نمودم و راضی هستم اسلام دین شما باشد. مائده 3.